پیام تبریکی رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید بخشیده با جشن نوروز بین‌المللی. همدیاران عزیز، نوروز از عمق هزار ساله ها سرچشمه گرفته رمز احیای طبیعت، تجدید اندیشه و افکار، تحکیم وحدت و شکوه فرهنگ ملی بوده. برای ملت تمدنساز و صاحب فرهنگ ما نه تنها یک جشن بلکه رکن مهم خودشناسی، عنصر جدایی ناپذیر فرهنگی و نشانه والای هویت ملی به شمار می رود. با این مناسبت تمام ساکنان سربلند ولایت ختلان را به افتخار این جشن نوروز جهانی، جشن برابرشوی شب و روز، احیای طبیعت و آغاز زندگی نو صمیمانه تبریک می نمایم. این جشن بزرگ با شرافت آزادی و صاحب استقلالی وطن محبوبمان نه تنها به مقام رسمی صاحب گردید بلکه با تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به حیث جشن احیای طبیعت و زیبایی مقام بین‌المللی کسب کرد و امروز در سراسر عالم تجلیل کرده می شود. چند سال پیش این جشن باستانی با تشبث تاجیکستان و دستگیری ده‌ها کشور عالم از جمله ممالک حوزه تمدن نوروز با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین‌المللی گرفت که این پدیده مایه افتخار مردم صاحب فرهنگ تاجیک به حساب رفته. هر سال در روز جشنگیری این آیین راستین قدیمی خصوصیت‌های خاص ملی آن که از نیاگان بزرگمان میراث ماندند با خصوصیت‌های خاص به جهانیان معرفی می‌گردد. بخشش گناه‌ها، نوازش یتیمان و معیوبان، عیادت کلانسالان و بیماران، خیر و سخاوت به درماندگان و نیازمندان و سهم گذاشتن در کارهای سازندگی و آبادگرانه، دانه امید کاشتن، نیالهای باثمر شنانیدن، تازه و آزاده کردن خانه و حولی و کوچه و رسته ها، اینچنین لباس تازه ایدانه به بر کردن از جمله سنت‌های اساسی نوروز به شمار می‌روند. باید ذکر نمود که جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عاید به تطبیق برنامه ملی کشور سبز جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تا امروز بیش از 500,000 بیخ درختان آرایشی و سایه‌افکن شنانیده شده است که این 130% نقشه را تشکیل می‌دهد. احیای ارزش‌های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی مردم خصوصا نورسان و جوانان بسیار مهم میباشد. با شرافت صاحب اختیاری ما ارزش‌های باستانی و رسم و آیین‌های نیک ملی امان را احیا کرده آنها را به خاطر بلند برداشتن هویت ملی و معرفی شایسته خلق کهن بنیادمان در عرصه جهان حفظ میکنیم. نوروز، تیرگان، مهرگان، صده، شش مقام، فلک، چکن از جمله همین نعمت‌های غیرمادی فرهنگی میباشند. با افتخار جشن نوروز تا امروز در ولایت کارهای زیادی آبادانی به انجام رسانیده شدند. واقعا یکی از رمزهای نوروزی تازه و آزاده کردن خانه و منزل زیست، کوچه و خیابان و شنانیدن نهال و کاشتن دانه امید می باشد که هر یک ساکن ولایت برای آبادی دیار باید سهم خود را گذارد، محل زیست و کوچه و محل خود را همیشه تازه و آزاده نگاه دارد. زیرا این رسالت وطن دوستانه و شهروندی تمام ساکنان ولایت و وظیفه انسانی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه می باشد. باوری کامل دارم که نوروز فرخنده آغاز مرحله نوی تحول عظیم در حیات اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان محبوب می گردد و در راه تطبیق هدفهای استراتژی مملکتمان قدم‌های استوار گذاشته می شوند. هر یکی ما برای پیشگیری و برطرف نمودن اسراف و زیاده‌روی‌ها هنگام گذرانیدن جشن و مراسم مردمی و ترغیب و تشویق فرهنگ پرغناوت ملی و بلند برداشتن حس افتخار و سرفرازی از استقلال و آزادی تاجیکستان عزیز از همه امکانیت و ذخیره‌های موجوده باید استفاده بریم. بگذار که نوروز امساله برای تمام مردم تاجیکستان عزیز فیض و احسان و برکت و نصرت فراوان بیارد. جشن نوروز خجسته مبارک باشد همدیاران عزیز.